سلام بچه ها، خوش اومدین به فناف 4. بالاخره اومدین فناف 4. هرچند من واقعا دلم نمیخواست بیام بچه ها، ولی خب اومدم. و اینکه بچه ها قبل از اینکه بازی رو شروع کنیم میخوام این چند کلمه حرف بزنم. میدونم خیلی ربط نداره به بازی، ولی مهم بود که بگم. تو این چند وقته ما عزیزای خیلی زیادی رو از دست دادیم، خیلی زیاد، و میدونم برای خیلیاتون خیلی سخت بوده، مخصوصا اون خانواده هایی که فرزندی یا جوونی یا یه اعضای خانواده رو تو این حادثه از دست دادن. تسلیت عرض میکنم به همه. به احترامشون چند لحظه سکوت بکنیم و این ویدیو به عشق تمام کسایی که تو این حادثه کسی رو از دست دادن شروع میکنیم. بچه من یه کامنتی رو دیده بودم زیر اون پستی که مربوط بود، یه پست ویدیوش کوتاه بود، فقط چند ثانیه بود. نوشته بود من از فناف 4 و فلانو میترسم. زیرش یه عزیزی اومد فناف 4 توضیح داد چجوری انجام میشه. خیلی هم ممنونم ازش، دمش گرم. اگه الان داری این ویدیو رو نگاه میکنی واقعا دمت گرم و خیلی ممنونم. و بچه ها سر اون انجامنه که زدم واقعا نمیدونم بیچه خودم چی فکر کردم. اون انجامنه زدم بچه، اون انجامنه فعلا کار نداشته باشه، اون انجامن فعلا اونجا میمونه، خاک میخوره، بعدا یه کاری باهاش بکنیم. مشکل داریم فکر میکنم اصلا وجود نداشته. شما هر کار میخواید اون انجامنه بکنید. من نمیدونم شما میتونید کار بکنید یا نه، چیز زیادی نمیدونم. به هر حال بچه ما راستی میخوایم مثلا هر چند وقت یه بار، مثلا هر ماه یه بار، هر سال یه بار یه ویدیویی بذاریم، فقط مثلا برای اینکه مثلا شما سوال جواب بدین یا ایده هایی بدین برای ساخت ویدیوهای بعدی. حالا وقتی کارمون بیشتر شد یا کارمون بیشتر گرفت، فقط یه همچین کاری رو بکنیم. و اینکه بچه‌ها من این دفعه چون خیلی از فناف 4 میترسم، میخوام از شب اول شروع کنم. میزنم نیم گیم. بزن بریم. بچه‌ها میترسم. درد. سلام خرس خوشگل. What did you do this time؟ اینو باید بزنم. Room again. I look at you in your room again. Don't be scared. I'm here with you. ما ایوانیم، ما بچه گریونیم. چرا به ما دارید راست چپ چپ نگاه میکنید؟ مشکل داریم بالاخره تونستم مینی که بچه به داخل. Oh my god من اینجام. This is my friend. They are my friend. چقدر شیرین. ولی مگه تو از رباتایی که ربات میساخت نمیترسیدی؟ چقدر این خنده ترسناکه. راجب اون چیز به من نمیگی؟ راجب اون یه چیزی بگو. تو از این خیلی میترسم. بسیار زیاد میترسم. دارم وا کنین خواهش میکنم. دارم وا کنین. به نزین بیاریم بیرون. کی این رو نگه داشته؟ من که میدونم کار خودته. ویلیام. من خیلی ناراحتم. چی؟ Tomorrow is on. آره بچه ها دوبلش میکنم. دوبلش رو این زیر می نویزم. گریه میکنم، میترسم. وای نه. تاپ دیگه تاپ مارکت. Listen carefully. If you hear breathing, hold the door shut. برو دیگه. نه بچه صبر کنین. برو. ای بابا بچه ببخشید. برو تجسس اصلا فلشلایت واقعا خیلی میترسم. وای بچه ها خیلی میترسم. خیلی ترسیدم. خیلی بچه ها سر نفسم. آهر من بد نبودی فلش لایت میزدی؟ نه بچه ها برگردم.
بچه من غلط کردم، میخوام برگردم، میخوام دستمو بدارم رو دکمه اسکی. کلوزو دو این که میدونم دارم یه کاری رو اشتباه انجام میدم. چقدر تو احمقی لیلی خیلی احمقی. خودش میدونه نیازی به گفتنش نیست. فلش رد هیچی نیست. کلوزو دو حالا برو. بچه یه چیزی دارم اشتباه انجام میدم، من نمیدونم چیه. احساس میکنم دارم یه گندی میزنم خیلی. کلوزو دو ترنی برگی فلش رد هیچی نیست. برو اونجا. کلوزو دو برگرد. برو جلو. انگار دارم به خودم اجیر نظام میدم. حس این چیزایی که میرم پایگاه نظام کار میکنم. کلوزو دور میترسم بچه خیلی میترسم. خیلی زیاد میترسم. چرا احساس کنم همش صدا نفسه؟ بچه خیلی صدا نفس ها بلنده و واقعا نمیدونم چی. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن، بار دیگر عرض تشکر دارم. یعنی خود خری. اون چی بود؟ اون از کجا؟ اوه مای گاد. چه جوری اومد؟ وای کاپ کیکم مگه بود؟ یعنی نمیدونستی چطور خواهر ممکنه؟ من؟ آقا نداشتیم همچین چیزی. نمیشه، امکان نداره مگه کاپ کیکم بود. مشکل داری. و این همه چیز خفن تو اون بازی بود، از کاپ کیک ترسیدم. بچه دارم فشار خورم. بچه نیو گیم رو دوباره میزنم، کنتینیو نمیزنم، نیو گیم رو میزنم، میرم اون مینی گیم رو دوباره انجام میدم، بعدم میایم دوباره. بچه ما دوباره اومدیم. میترسم بچه من نمیخوام اسکیپ کنم، واقعا نمیتونم ادامه بدم، واقعا نمیتونم. من بچه این شب فقط میرم دیگه، سر دیگه نمیرم. وای بچه من اسکیپ کردم، در واقع اسکیپ نکردم که اومدم بیرون. میدین چه نه اینکه مثل خری، اصلا مصدری معنی من. نتونستم برم کاپ کیک، واقعا ترسون آدم، نتونستم چی کار کنم. این ویدی بچه های گرامی یه دور دیگه میریم، یک دور دیگه میریم بچه ها. ولی انصافا این پارت رو ضبط میکنم میذارم تو یوتیوب، ولی یه پارت دیگه هم باید برم، چون این پارت دلخواهی نشد که من انتظارشو داشتم. فکر نمی‌کردم انقدر فناف 4 سخت باشه. بعد بچه اینو حتما تو کامنت جواب اونایی که فناف بازی میکنن و اونایی که میدونن چه کاپ کیک چجوری اومده، اصلا کاپ کیک اینجا چی کار است، چی کار کدوم در میاد، بانی چی کار است، بانی اینا چه به جندو میاد، هیچی نمیدونم. بچه‌ها من اینو نتونستم برم، هیچی نمیدونستم، فقط جامبسکر می‌خوردم. اینجوری بوده که من نمیخوام جامبسکر بخورم، الکی فقط فشاریتون کنم. واسه همین بچه‌ها این ویدیو رو ضبط کنم میذارم اونجا، و اینکه تا ویدیو بعدی خدافظ.